بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله و خدا شکری بیادر الله سبحانه و تعالی منو مناسب بینن. امروز خدا خواهد انشاءالله ما این مسجد خدا خواهد برای کندن خدا خواهد کمری همت بستیم. الله سبحانه و تعالی خودش قوت بیه، چون قوت میته انشاءالله خدا خواهد روز نزدیک در اینجا یک مسجد خدا خواهد با بهترین برپا کردن حرکت داریم. عزیزان من، آنان خدا خواهد صدای ما را میشنوین. فقط یگانه انشاءالله مقصد اکن حرکت کرده شما میشین ما میشین. خدا خواهد انشاءالله کسانی که در راه خدا انشاءالله اگر بخواه خدا خواهد یاردم کردن مرحمت ما در صدای قرآن انشاءالله خدا خواهد یعنی کارتا میکشیم. دیگر یعنی چیزا میتونیم شما واسطه کارتا خدا خواهد یاردم کردن انشاءالله خدا خواهد حرکت کنیم با اهل اسلام. الله سبحانه و تعالی شما هم کوچک قوتیت، شما هم در دعا باشین. دعای مسافر و اجابت روزهای نزدیک حرکت میکنیم. خدا خواهد انشاءالله این مسجد با بهترین برپا شود. خدا سبحانه و تعالی همه ما و شما را انشاءالله کوچک قوتیت خدا نگهبان باشد انشاءالله. خدا خواهد این مقصد کردیم. این مقصد نه که شما دستگیری تو پیشروی ما یگانه شعار یعنی آبادی مسجد از ایمان است. دیگه شعار که خدا خواهد کار سر کردیم. الله سبحانه و تعالی اله خودش مددگار باشه، خودش قوتی اگر روزهای نزدیک خدا خواهد کارهای خوب اجرا میکنیم. دیگه نیت داریم همیشه در پناه در حفظ خدا هم باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیامبر صلی الله علیه و سلم البته که بهترین مردم در دنیا کیست؟ در شبکه ابونه شدن را فراموش نکنید، زیرا در شبکه ابونه شدن شما نه تنها به خود یک چیز میگیرید، شما از آن شخصانی میشوید که دینمان را پهن میکنید. و بدترین مردم در دنیا کیست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین و بدترین برای شما و شما معرفی کردن که خیر الناس من ینفع الناس. بهترین مردم کسی است که نفعش به مردم برسد، فایدهش به مردم برسد، که از همین قدیم بوده که همین مردم ما و شما هم چی است؟ صدقه جاریه میگفتن، مردم ها کپرک میکردن، مسجد بنا میکردن، مدرسه بنا میکردن، راه ساز میکردن، مثلا مکتب و بیمارخانه و چاه میکندن که مردم از آبش استفاده بکنن. این چی است که بهترین خصلت همون بنده های خاص پروردگار است که نامه اعمال این خیلی انسان ها پوشیده نمیشود. نامه اعمال به طریقی که هر یک نفری از ما و شما که البته که بخیر یک دیله و دفتری داریم، هر یک نفر ما و شما دیله و دفتر مونم چی هست که هر روز دوشنبه و پنجشنبه هر عملی که ما و شما میکنیم به آسمان بالا میرود، یعنی به ارشیو بالا میماند. او را نیست کرده نمیشود، او را تغییر داده نمیشود. هر روز دوشنبه و پنجشنبه پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین خاطر بود که روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر که هر روز دوشنبه و پنجشنبه در اخیر همون نامه نویسنده میشه که روزدار است، روزدار است و تمام عمر روزدار حساب میشود. پس همین عمل صالح و هر یک نفری از ما و شما که دیله و دفتری که داریم بعد از گذشتن دنیا همه پوشیده می شود، نامه اعمال پوشیده می شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه اذا مات الانسان انقطع عمله، وقتی که انسان از دنیا گذشت دیگه دیله و دفتری و پوشیده می شود. اگه در دنیا پوشیده می شود دیگر آدم از دنیا گذشت نه کاری ثواب کرده میتونه نه گناه کرده میتونه. اما چی از پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه همون چی است؟ نامه اعمال سه گروه آدم خوشبخت پوشیده نمی شود، دائما کشاده است. یکم گروهی با سعادتی که خداوند گفت نامه اعمالش پوشیده نمی شود، او را پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کردن که صدقه جاریه، یعنی اون نفری که در دوام حیاتش صدقه جاری کرد. مثلا الحال که بیان کردیم مکتب کرد و درخت شنوند و راه ساز کرد و کپرک کرد و برای یک محله در زمان ما باشد مثلا یک قبوری آب کشید یا یک سیمی برق کشید
تا زمانی که مردم از او استفاده میکنن او چی است؟ به ثواب به روح او رفتن میگیرن. یا بینای مسجد هم کرده، البته کاری هر کس نیست، یک خشت اگر در همون بینای مسجد مانده باشه همون هم چی است؟ ثوابش به او رفتن میگیره، نامه اعمال این بنده پوشیده نمیشود. خشو به حال مرحوم برادرمون دلاور جان که در دوام عمر اینقدر عمل صالح کردن که الحال در راه خیلی برادری عزیز من قاری شمشاد خیلی صفت کردن کارهای نیک عمل صالحی که این مرحوم کردگی هستند. و البته که آمدن ما و شما به اختیار ما و شما نیست. هیچ کس به دنیا به اختیار خود نمی آید و رفتن ما و شما هم به اختیار ما نیست. یعنی بنده نه در آمدن اختیار داریم نه در رفتن اختیار داریم، همه در قبضه قدرت الله ذوالجلال است. اکنون آمدن خلق کردن پروردگار، مرگ و خلق کردن پروردگار، حیات، اینا به خاطر امتحان هستند. البته که آدمیزاد به سبب مرده قطعی و نیست نابود نمی شود، بلکه از یک دار به دار دیگر می رود. المؤمنون لا یموتون بل ینقلبون من الدار الی الدار الاخر. مؤمن و مسلمان نمیمیره، هیچ وقت نیست نمیشه، بلکه از یک حولی به حولی دیگر میگذرد، از جهان به جهان دیگر میگذرد. الحال در عالم برزخ هستند. در عالم برزخ ارواح ها از حال ما و شما باخبر هستند. هر یک نفر گذشته میشود از او پرسش میکنند. و در عالم برزخ البته که بسیار روح شاد میشود، خشنود میشود که وقتی که ورثه او چی؟ اهل نماز باشند، اهل قرآن باشند که الحال برای قرآن خواندن برادرمان قاریه خیلی سخنهای خوب گفتند، سخن پروردگار است. حتی که حضرت احمد حنبل رحمت الله علیه میگه در خواب دید الله ذوالجلال گفت پروردگار رو گفت یا پروردگار رو گفت چی کار کنم در دنیا که از همه محبوبتر به سوی تو است؟ میگه الله ذوالجلال گفت قرآن بخوان. قرآن خواندن این چی از سخن پروردگار خواندن و تلاوت کردن به یک حرفش که 10 ثواب بگیری و 10 گناهی تو کوره شود، این قدر دیگر از کجا ما و شما میابیم. اگه از دنیا وقتی که انسان گذشت چیز است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در دیگر حدیث بیان میکنه یتبع المیت ثلاثه اهله و ماله و عمله فیرجع عیسنان فیرجع اهله و ماله و یبقى الواحد و هو عمله. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه انسان در دنیا بعدش میگه که دعوا میکنه که 3 چیز صاحب است. میگه اهل، میگه یه چیز است که زن و فرزندای من هستن، میگه و مالش این خانه و در و ماشین و پول و مال و چیز چوره ازمه هست و سیومش چی است؟ عملی او است. انا وقتی که اکو جان به جان آفرین که تسلیم کرد از اهلش و از مالش خلاص می شود. یار و رفیق و فرزند و خیش تبار بودگی چی هست که مال و ملک از جاش نمی جنبه، خانه و در از جاش نمی جنبه، از قفاش هم نمی روه، خیر خوش هم نمی کنه. یار و برادر و رفیق ما و شما باشد چی هست؟ طالب گورا می روند، اینا هم در خونه قبر می گذارن، همه گشته می آیند. یگانه چیزی که همراه می برد فقط عمل است. خشا به حال او بنده که صاحب عمل صالح باشد و عمل صالح همراه ببرد که قبر او چی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفار نیران. قبر باغ از باغهای جنت می شود یا چاهی از چاههای دوزخ. اکنون برای مسلمان الهیده هسته که باغ از باغهای جنت است برای مسلمان. البته که باز و بالای این قدر عمل صالح مرحوم به همین کسلی وبایی که در همین عصر ما و شما بود گذشت که این از چی از پیامبر صلی الله علیه وسلم آگاه کردگی است که هر کسی که به همین کسلی وبا از دنیا گذشته میشه و مرتبه شهادت می‌یابد. یعنی مرتبه شهادت یافتن شهید شدن بی کاری آسان نیست. وقتی که تب 1 ساعت گناه 1 ساله را که کفارت کنه، 1 ساعت تب 1 ساله گناه کفارت میشه.
اکی این 10 روز و 20 روزه که این چی است که بسیاری از مسلمانان تب کشیدن و مثلا که رنج کشیدن، البته که سبب کفارت گناه می شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکند که انسان وقتی که بیمار می شود، خداوند جل جلاله چی است که شفا دهنده خودش است، بیمار کننده هم خودش است. 4 فرشته را میفرسته. 4 فرشته که میآیند، یک فرشته نورش میگیره، آدم کسلی رنگ روش زرد میشود. یک فرشته قوتش میگیره. یک فرشته دیگه اشتهاش میگیره. 3 تشیده که فرشته 4م سهو و خطا و گناهاش همش برداشته میکنه. و چی خاطر است که دعای میگه کسلی را برای بگیرید، دعای رنجور را بگیرین. برای چی است؟ در همه حالت و گناه نداره، دعاش مستجاب میشود. و همه خاطر است که کلانای ما شما را تاکید میکنن. اگر الله عزوجل شفای بنده را بخواهد، شفا دهنده فقط الله است. یک تبلت که سبب میشود، یا یک علف سبب میشود، یا یک کمپیر یک چیز میخونه و یا یک پنجه و دروش میشپه، یا یک خوندن یک مثلا که رقیه خون است، دعاخون یک یاسین میخونه. همه یک چیز خداوند سبب میکنه. فرشته ها برمیگرده نکن، فرشته قوت برمیگرده، فرشته اشتها برمیگرده، فرشته اشتها و قوت و فرشته نور بروش برمیگرده. و فرشته 4م که سهو و خطا و گناهاش برداشتگی بود، او چی است میمونه. اگر شفا بیا بگن، اگر به شرطی که خداوند شفاش نخواسته باشه و از دنیا گذشت، در حال گذشته میشود که سهو و خطا و نقصان و کمبودی او را چی از فرشته برداشتگی بود. به سهو و به خطا و به کمبود از دنیا گذشته میشود. این رنج کشیدن و بیمار شدن هم سبب کفارت سهو و خطا و گناه میشود. رنج کشیدن مسلمان هم چی از فضل درجه او است که تمام سهو و خطاش میریزه. همچنان که حضرت عایشه صدیقه مادرمون میگفت که هر کسی که در دنیا اگر سخت جان میداد، من میگه گمانی بد داشتم، میگفتم که آدم خوب نبوده است. اما وقتی که جان کندن رسول الله صلی الله علیه و سلم که در نزدش که دیدم، سر مبارک رسول الله که در آغوش ما بود، میگه همه گمان از من دور شد. یعنی هم چی است؟ سبب رفع درجات میشید است. سهو و خطا و گناه نقصان کمبود مسلمان به سبب بیماریش قطعی میریزن. اگر یک قدرش مونده باشه، میگه در حالت جان دادن، میگه چی است؟ اوناش هم میریزن. وقتی که تابوت اگر گرفتن مردم به سوی قبرستان که بردن، تابوت کم کم میلرزه، پس بلند میشه، این طرف و طرف لرزیدن میگیره. تا به پیش قبر بردن، میگه و منزله همون یک درختی که میشوه که در تیرمو برگوش زرد میشوه و یک شمال سخت میشوه که همه برگو میریزن و پیش قبر بردن، میگه تمام سهو و خطاش میریزن. یعنی این درد رنج کشیدن هم سبب رفع درجات و سبب کفارت گناه ها میشه. و البته که انسان هم که از دنیا گذشت، چی است که در مال و متاعش به میراث بر تقسیم میشه، به همسرش و به دختر و به پسرش تقسیمات میشه. اگر پدر و مادر زنده باشه، خوب نباشه، دیگر زنش دختر و پسرش میراث میبرن. در حالتی که زن و دختر و پسر داشته باشه، دیگر یگان نفر دیگر از او اولاد حق بر نیستن از این چیزا. پس اکو چی است اکو؟ تقسیمات میشه به همه. و خشا به حال او بنده ای که بعد از گذشتنش در خانه هایی که او کرده بود تلاوت قرآن باشه، در او خانه و جایی که او کرده بود خیر صدقات باشه، تلاوت قرآن باشه، نماز خواندن باشه و روح میت همه وقت شاد میشه که ورثه او چی باشه؟ تکیه به خدا و پیامبر داشته باشه و در بین یکدیگرشون زندگی به احترام و به دوستداری یکدیگر زندگیشون پیش بروه. روح میت همه حال چی است که شاد است. یعنی که گذشتن او چی است که حال اگر چندی که از پیش ما و شما گذشته باشد، اما در عالم برزخ چی است که روح ها همه دیدار یکدیگر را میبینن. از حال ورثه چی است؟ با خبر هستن که چی است؟ با خبر هستن که چی است که احوال ورثه او چی گونه است. و خوشا به حال او ورثه که
اگر چی است او گذشتگی میت پدر مادر همسر یا شوهر به دعا و به تلاوت قرآن به خیر صدقات یادآوریش کنند. البته که چی است که رفتن هم است، اونم که کوهن بودن اونم که نوان، هر یک زیپی هم یک و یک بیروند. این ملک جهان به کس نماند جاوی، رفتند و رویم و باز آیند و روند. هر چی قدر که بودن رفتند و هر چی قدر که هستند اینا می روند و هر چی قدر که می آیند اونها هم از قفای او رفتنی هستند. حضرت خیام نیشاپوری بود. حضرت شیخ سعدی می گفت ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر پشت پدرند. یک کسی در بالای زمین هستی اینجا موقتی هستی، همه ما و شما در دنیا در بالای زمین موقت هستیم، موقت. یکی بر پشت زمینی همه دیگران در شکم مادر پشت پدرند. یک قسمت یادمال تولد نشدن، یک قسمت دیگه در پشت پدر او در نوبت نکن، در نوبت هم پدرها و مادرها و باباها و بابیها و اجدادای ما و شما رفتن. امروز نوبت ما هم با ما هم در نوبت خود میریم، دیگرها را باید نوبت بتیم. یعنی چی است؟ این رفتن خاص پروردگار است که الله عزوجلال میگه کل نفس ذائقة الموت. هر صاحب روحی که در بالای این دنیا این عالم وجود دارد او شربت مرگ میچشد. فرق ندارد که او حیوان است، آدم است، حشرات است، حتی ملائکه ها است، همه شربت مرگ میچشد. خب پس رفتن البته که به همه معلوم است، اما چگونه رفتن نامعلوم است. برامی است که از شربت مرگ، از تلخی جون کندن میترسیم. چکار میکنیم؟ که ترسیدن اون به خاطر چی است؟ فقط به خاطر مردن نه، به خاطر اون است که آیا گوهر ایمان همراه میشود یا نمیشود. این به امید است. به همین خاطر چی است که میترسیم. الله عزوجلال برادر دلور روحش شاد بگرداند، قبرش پر نور بگرداند و جنت جاودانی را نصیب روزیش بگرداند و خداوند در دل همسر و فرزندا و دخترها و پسرها و یار و برادراش خداوند صبر جمیل را عطا بفرماید و الله ذوالجلال باقی مانده‌اش عمر دراز و تن صحت و توفیق هدایت نصیب روزی بگرداند و الله ذوالجلال همه ما و شما را مقصودهای نیک دنیای اخروی را برآورده. الله